بعد از اعتراضات مردمی سال 88 پاسدار حسین همدانی فرمانده وقت سپاه محمد رسول الله متوجه میشه که نیروهای انتظامی در سرکوب مردم موفق عمل نکردند. به همین دلیل از علی خامنه‌ای اجازه میگیره که گردانهایی رو از افراد اراذل-اوباش اجیر شده تشکیل بده تا در مواقع اعتراضات و قیامهای مردمی از این گردانهای امنیتی برای سرکوب مردم ایران استفاده کنه. یگانهای امنیتی امام علی تشکیل شده از نیروی زمینی سپاه و اراذل-اوباش تحت پوشش بسیجی. یکی از فرمانده‌های این گردانها با گوشی موبایلش از کتاب آموزشی این نیروهای امنیتی سرکوبگر عکس گرفته و منتشر کرده. با نگاهی به این کتاب محرمانه یگانه ویژه بهتر میشه نفوذی‌های لباس شخصی رو شناسایی کرد. برای دسترسی به این کتاب روی لینکی که در صفحه اینستاگرام من هست کلیک کنید و از کانال تلگرامی دانلود کنید. مطالعه و منتشر کنید.